سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگواران، هر کجای کره زمین که هستین خوش و خرم باشین و در پناه حق. قسمت نهم پرسش پاسخ هست. ما در خدمت شما هستم با یک پرسش دیگر که در دل یک شعر نهفته است که این بار با شعر شروع میکنم. حافظ گفته که تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. سوالی که پرسیده شده ای است که محرم کیست؟ قبل از که ویدیو رو ضبط کنم فکر کردم که چی بگم که بتونه که مناسب باشه برای پرسشگر، برای شما عزیز. یاد گفته حضرت مولانا افتادم که محرمیت در دل یک سناریو بسیار زیبا تعریف و توصیف کرده که من گفتم فقط تکرارش کنم برای شما که محرم کیست. یک داستانی از تعریف کرده مولانا. یک عاشق میخوای به وصال برسه، به معشوقه برسه و میره که برسه به او، ناکام میشه و برمیگرده که پخته بشه. چرا ناکام میشه؟ چرا محرم نمیشه؟ در دل داستان آمده. آن یکی آمد در یاری بزد. عاشق میگه آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد. گفت من. وقتی گفت من یعنی جدا از معشوق است. وقتی میگه من، معشوقه ده کس است، ایده ده کس است، پس محرم نیست. گفت من، گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید شرر. اون مسکین ما هستیم. یادتون باشه که در مورد تک تک ما داره صحبت میکنه حضرت مولانا، در مورد تک تک ما انسان ها صحبت میکنه. ما اون مسکینی هستیم که در سفر آمدیم. این سفر است، جایی که ما هستیم در این سفری که آمدیم که پخته شویم. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. دوست خدای متعال داره میگه، از شرر. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. انباز یعنی یار، معشوقه. یعنی ما پخته میشیم برمیگردیم. فعلا در مورد این عاشق ما، عاشق داستان صحبت بکنیم. یا عاشق ما میره پخته میشه و برمیگرده پیش یار خود. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب. حلقه زد یعنی شیش پشت دروازه و حواسش جمع بود که اگر چیزی گفت چیز درستی بگه، چیز نادرست نگه، مثل دفعه پیش که گفت من و رفت سالی در سفر. وقتی شیشت در نزد. خب دقت کنید، خیلی داستان جالبه. بانگ زد یارش که بر در کیست آن. خب تک تک نکرد. تو از کجا فهمیدی؟ به خاطر از این است که معشوقه منتظر است. معشوقه بیشتر از عاشق تشنه وصال است. مثل مادری که اگر یک فرزند از مادرش دور باشه، اگر فرزند دوست داشته باشه مادر خود ببینه، دهها، صدها، میلیونها برابر مادر دوست داره فرزند خود ببینه، چون فرزند از وجودش است. یعنی ببینین که معشوقه منتظر عاشق بوده که عاشق بیایه و تک تک کنه. حتی فرصت نداده تک تک بکنه. او پشت در آمده شیشته. بانگ زد یارش که بر در کیستان. گفت، دفعه اول چی گفته بود قبل از اینکه سفر بره؟ گفت من. این بار نگفت. گفت بر در هم توی ای دلستان. حالا واژه محرمیت فهمیدین یعنی چی؟ محرم کی است؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. سرا، سرای حقیقت، سرای عشق. جای دو من نیست. من و او جای نداره. سرای عشق جای دو من نیست. سرای حقیقت جای دو من نیست. واژه محرمیت یعنی یکی شدن. محرم یعنی اگر شما با کسی محرم بشین باید یکی بشین. حتی اگر شما ازدواج بکنین و یک شخص سوم
بیایه کلماتی را ادا بکنه و بعدا به مردم بگه، به شما بگه شما محرم شدین با همسرتان، اگر با او یکی نشین نامحرم هستین. اگر شما بودین و دیگری بود زیر یک سقف، شما 2 تا بودین، نامحرم هستین. محرم یعنی یکی شدن. یکی شدن. قسمت جالب ماجرا چی است؟ این است که وقتی که شما محرم بشین، تازه او زمان متوجه میشین که هم عاشق شما هستین، هم معشوق شما هستین و هم عشق شما هستین. چون پرده برگشودند خود را به ما نمودند. معشوق و عشق و عاشق دیدیم که یک وجودند. شاه نعمت الله ولی این لحظه را تجربه کرده بوده که چنین چیزی گفته. یعنی شما هم عاشق هستین، هم معشوق هستین، هم خود عشق هستین. شما چون جزئی از او هستین. جزئی از او هستین. یعنی چی؟ یعنی شما خداوند متعال دریایی در نظر بگیریم، شما قطره‌ای باشین. قطره جدا از دریا نیست. شاید جدا شده باشه، اما تشنه است که برگرده. چه زمانی محرم میشه؟ وقتی قطره در دل این دریا حل بشه، گم بشه و فردیت خود فراموش بکنه. وقتی فردیت خود فراموش بکنه، دیگه فردیتی وجود نداشته باشه، محرم میشه. یعنی زمان، مکان، هویت شما مفهوم خود از دست بده، شما واژه محرم تجربه میکنین. از تمام لایه هایی که داریم باید عبور کنیم. پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری برای خیش دیدم خیش را. یعنی از همه چیز باید عبور بکنیم. نمیشه که ما قطره‌ای باشیم در دل یک حباب شیشه‌ای در داخل دریا، بازم با دریا یکی نیستیم. باید هیچی نباشه، شما باشین. شما یعنی چی؟ آگاهی ناب، آگاهی خالص، فهم، فقط آگاهی. و او زمان است که شما میتونین که محرم بشین، به معرفت برسین و با معشوق به وصال برسین. امیدوار هستم که لذت برده باشین از این قسمت. و در خدمت شما هستم. هر سوال داشتین، سوالات زیادی به سمت من روانه میشه، منتها من به همگی جواب داده نمیتونم. دلیل شمعی است که ارتباطی به روند کاری ما نداره. سوالاتی است که دیگه کس باید جواب بده. من سوالاتی که جواب میدم فقط در موضوع معنویت اگر بود، و در خدمت شما هستم. خداوند پشت پناهتان.